اینجا محله هشتم کلاب در ساحل رود تبلای است. رودخانه‌ای که هر سال به خانه‌ها نزدیکتر می‌آید و ساکنانش را می‌ترساند. برای همین کمیته حالت‌های فوق‌العاده تقسیم زمین در اینجا را توصیه نداده است. ولی 6 سال پیش زمین را تقسیم کردند و مردم خانه ساخت. حالا می‌ترسند که این بهار سیل خانه‌هایشان را ویران نکند. نصیبه قربانова هم اینجا زندگی می‌کند. نه که روزی که ما اومدیم خیلی سوی تبلای اومده سیلوز شستن با همین حاجت خونه مرا 3 متر دیگه بونده. چند جا شکایت کردیم. خونم ده 20 متر دیگه بوندگیه. با ما مترش کردم خودم با چی متر 20 متر دیگه با حوالی داری خونم گویا که بونده. ساکنان میگویند هنگام تقسیم زمین مقامات وعده دادند که تبلای را ساحل بندی میکنند و سیل به خانه ها نمیرسد. گلچهره جابیرова باور کرد و سال 2017 خانه ساخت. بچه جون وضعیت من بزیبه. 4 سال شد همیشه در کوچیدیم اومدیم 17 متر بود از 5 تاش غلطی در همه قصول. نمی موندگیش 4 متر 5 متر دیگه موندگیه. خیلی ما میخواهیم که جا آورد شود ما خریده مثال زمین من دادن خونه کردیم باز دیگه کوسومی که ما بریم خونه کردیم در اینجا زمین ما خیلی اونها تونو راستی او خریب زیادتر رفتگی بود ای همونجا خی بری او که برده سیل زده اینا اومده نه خیلی اینا نگاه کنه که نه همینجا تو همینجا نه نگاه کن بری دام را برده او بردگی تبلای که بهاران سیراب می شود در اینجا ویرانکاری های زیادی کرده است و به مردم زیانی زیاد رسانده است. ساکنان میگویند که خطر سال به سال زیاد می شود ولی از ساحل بندی درکی نیست. خونه‌ای که شما در نظر دارید در حقیقت در زیر خطرن چپش دیسیانه مردم اینا باشه یگان تایو خونه با خلاصه ما و اجازت ما دادگی نیست. ساحل بندی در نقشه هست و باید راهسازان راه کلاب شاهین درواز آن را به انجام رسانند. ما سروازی را گفتیم که اومدن همین سروازی به نزدیکی ما گفتیم محترم سروازی قول رسول دادن اگر همین را بگیریم پروژه در خونه را با مونان سوی تبلای کردن همین راه را بشنونین همین مبلغی که مثال وایره هم میگیرن اون تویو اون بگیرن اون را بسازن. تبلای از میان کلاب میگذرد و در دو طرف رود محله های زیاد جای گیرند. مردم این محله هر سال با آمدن بهار و فصل آبخیزی میترسند که مبادا رودخانه دار و نداری آنها را هم ببرد.